سلام دوستان، امیرعلی هستم از چنل پروگرامینگ امیرعلی. خوش اومدید به قسمت هفتم آموزش پایتون مقدماتی. ما تو این قسمت قراره با هم دیگه فانکشن ها رو یاد بگیریم و در آخر ویدیو بپردازیم به چند تا متد که تو لیست ها ازشون استفاده میکنیم. خب خیلی هم عالی، بریم فایلمون رو بسازیم. خب اینم اصلا. خب من یه توضیح بهتون بدم که اصلا فانکشن ها یا همون توابع چی هستند توی پایتون. تو جلسه قبل من یه توضیح کوچیکی در مورد توابع بهتون دادم که گفتم یک سری کارها رو واسه ما انجام میدن، یه سری چیزا رو واسه هم تولید میکنن تو پایتون و خب یه سری کدها هستن که ما میتونیم چند بار ازشون تو پایتون استفاده کنیم. اگه الان بخوام یک توضیح دقیق تر بهتون بدم در مورد توابع، میتونم بهتون بگم توابع یک سری ماشین ها هستند که یک سری تغییرات یا یک سری چیزها رو واسه ما تولید میکنن. مثلا ببینید، ما میخوایم یک کدی بنویسیم که وقتی یک عددی رو بهش دادیم اونو ضرب در یک عدد دیگه، یک ایکسی، حالا مثلا 3 یا 4 یا حالا هر چیز دیگه ای بکنه و جوابش رو بهمون تحویل بده. میتونیم چیکار کنیم؟ میتونیم هر وقت که خواستیم این کار رو بکنیم بیایم عددمون رو بنویسیم و ضرب در مثلا 4 بکنیم. مثلا اینجا می‌خواستیم 3 رو ضرب در 4 بکنیم، دوباره مثلا اینجا می‌خوایم 5 رو ضرب در 4 بکنیم و میتونیم هر بار بیایم این کار رو تکرار کنیم. ولی نگاه کنید، ما اینجا 4 رو مشترک تو هر دوتاش داریم. تو هر دوتاش اومدیم اون عدد دلخواهمون رو ضرب در 4 کردیم و به کاربر نشون دادیم. آیا قشنگتر نیست که بیایم اینو به یک کد واحد تبدیل کنیم و هر وقت که میخوایم اونو استفاده کنیم توی برنامه؟ خب قطعا چرا. اینجاست که توابع به کمک ما میان. مثلا همطور که گفتم توابع مثل یک سری از ماشین ها هستن. مثلا ما میتونیم بیایم یک تابع بنویسیم که یک عدد ورودی بگیره، حالا به عنوان x. اون x رو برای ما ضرب در مثلا 4 بکنه و اون خروجیمون رو بهمون تحویل بده. یا که میتونیم یه سری کد بنویسیم که هر وقت صداش زدیم یه چیزی واسه ما پرینت کنه روی صفحه. حالا من بیشتر توضیح میدم، بیشتر متوجه میشید. خب برای تعریف تابع توی پایتون یا همون فانکشن ها ما یک کلمه کلیدی داریم به نام def که از اون استفاده میکنیم برای تعریف تابعمون. مینویسیم def اسم تابع، مثلا میتونیم بنویسیم my function که دل بخواه مثل همون اسم وریبل همون، پرانتز باز و بسته و 2 نقطه. حالا میتونیم دستوراتمون رو توش بنویسیم. اصلا میتونیم بنویسیم پرینت کن چیو؟ هلو رو باسم. اگه الان اینو اجرا کنم میبینیم که هیچ اتفاقی نمیفته. چرا؟ چون ما فقط صرفا یک دستگاه ساختیم و باید این دستگاه رو چیکار کنیم؟ صدا بزنیم. شما اینو براتون بنویسم اینجا. باید این دستگاه رو صدا بزنیم که کار کنه. باید دکمه شروعش رو بزنیم. برای صدا کردن یک تابع چیکار میکنیم؟ میایم اسم تابعمون رو مینویسیم با همون پرانتز باز و بسته. حالا اگه برنامه رو اجرا کنیم میبینیم چی میده بهمون؟ همون هلو رو واسمون چاپ کرد روی صفحه. بعد حالا ما اومدیم اینجا چی گفتیم؟ گفتیم میخوایم یک دستگاه بسازیم که یک عدد ورودی رو دریافت کنه، ضرب در یک عددیش بکنه و خروجی رو به ما برگردونه. خب من اینو براتون چیز کنم. بیایم تابع تعریف کنیم، اسمش هم چی بذاریم ضرب مثلا 4.
دو نقطه. قرار بود که یک عددی رو بگیریم از کاربر، ضرب در 4ش کنیم و دوباره واسه کاربر پرینتش کنیم. اینجا ما باید چیکار کنیم؟ همونطور گفتم باید یک عددی رو از کاربر دریافت کنیم. توی تابع وقتی بخوایم یک ورودی بهش بدیم، وقتی بخوایم یک عددی رو از کاربر دریافت کنیم، از چی باید استفاده کنیم؟ از پارامترها. مثلا میتونیم بیایم اینجا یک وریبل دل بخواهی داخل این تعریف کنیم به نام x و خب بعدش بیایم پرینت کنیم اون x مون رو ضرب در 4. الان من چیکار کردم؟ یه توضیح بهتون بدم. الان ما اومدیم یک تابع تعریف کردیم، یک ورودی واسش در نظر گرفتیم به نام x و بعدش اومدیم پرینت کردیم x ضرب در 4 رو. اگه من بیام این تابع رو فرا بخونم و صداش بزنم، اسم تابعمون چیه؟ ضرب 4. میبینیم که بهمون ارور میده. اینجا چی گفته تو ارور بهمون؟ گفته که شما باید یک آرگومنت به من بدی، یک پارامتری من باید دریافت کنم از تو، یک دیتایی باید از تو دریافت کنم که ضرب در 4ش کنم. اینجا دیتامون رو چه شکلی بهش میدیم؟ داخل همین پرانتزایی که صداش زدیم. مثلا ما میخوایم 5 رو ضرب در 4 کنیم. اجرا کنیم، میبینید که 20 رو بهمون برگردوند. ببینید چقدر قشنگتر شده بچه‌ها. الان میتونیم هر وقت که میخوایم یه عددی رو ضرب در 4 کنیم با این تابع اونو صداش بزنیم. مثلا 2 رو بیا ضرب در 4 کن. میبینیم که هم 2 ضرب در 4 کرده واسه ما برگردونده، هم 5 رو ضرب در 4 کرده و واسه ما برگردونده. ولی خب ببینید ما اومدیم اینجا اینو پرینتش کردیم. آیا قشنگتر نبود که یک مقداری رو برگردونیم و خب خود کاربر هر وقت که دلش بخواد اون رو پرینت کنه روی صفحه؟ قطعا. چرا؟ اینجا میتونیم از یک متدی استفاده کنیم تو پایتون به نام ریترن، به نام برگردوندن. الان یه توضیح واسهتون میدم. مثلا ما بیایم همین رو استفاده کنیم پایینتر و به جای پرینت بیایم بنویسیم ریترن، ببینیم که ریترن چطوری واسه ما کار میکنه. اینجا قشنگ یه لحظه به کد نگاه کنید، ببینید که من ریترن رو داخل پرانتز ننوشتم چون یک متد و این شکلی توی پایتون نوشته میشه. اینجا اگه من بیام صدا بزنم ضرب 4 5، می‌بینیم که هیچی واسه همون بر نگردون. چرا؟ چون این صرفاً یک چیزی رو ریترن کرده واسه ما ولی پرینتش نگرفته توی صفحه. یعنی اینکه اون عدد 20 ما رو صرفاً فرستاده داخل همین تابعی که ما صداش زدیم. اگه بیایم همین تابع رو داخل پرینت بذاریمش، می‌بینیم که 8 واسه حالا 5 گذاشته بودیم، 5 بذارم، می‌بینیم که 20 واسه ما برگردون. الان اینجا چیکار کرد؟ ما اومدیم تابعمون رو که این بالا نوشته بودیم صداش زدیم. این 5 داخل x قرار گرفت، x ضرب در 4 شد، تابع 20 رو واسه ما برگردوند داخل این خط و ما اومدیم این رو پرینتش کردیم. خیلی ساده و آسون، مثلا چیز خاصی نداره. و اینکه البته من بیام یک چیزی رو بهتون بگم که بچه‌ها باگ نخورید. شما وقتی میاد یک تابعی رو تعریف میکنید، مثلا تابع say hello و میاد پرینت میکنید حالا یک چیزی رو، حتما باید چیکار کنید؟ زیر اون تابع رو فرا بخونید. مثلا من اگه بیام اینو فرا بخونم say hello، این که هلو رو واسه ما چاپ کرد، ولی اگه همینو بیام بالای اون تابع بنویسم اصلا میبینید که داره خطا میده بهم. چرا؟ چون پایتون شروع میکنه برای کامپایل کردن برنامه. البته که یک برنامه کامپایل یک زبون کامپایلی نیست و یک زبون مفسریه. میاد شروع میکنه از خط 1 میخونه میبینه میرسه به سی هلو، میبینه هنوز خط بعدو نخونده، نمیدونه سی هلو چیه، پس بهمون ارور میده و حتی به این خط نمیرسه. پس حتما حواستون باشه توی پایتون
که یک زبان مفصلی است و کامپایلری نیست و خط به خط میخونه، یعنی کل برنامه رو از اول یک دور نمیخونه که در ذهنش داشته باشه، بیاید اون تابتون رو بعد تعریف تابع فرا بخونید. خب بچه‌ها، این هم از تابع اصلا چیز خاصی نداشت. توی پروژه‌های بعدی، تو دوره های پروژه محوری که قراره بذارم بیشتر کار میکنیم، بیشتر جا میفته براتون. اگه نفهمیدید خب من بعدا بیشتر توضیح میدم، بیشتر متوجه میشید. تو جلسات قبل ما اومدیم از یه چیزی به نام خب لیست استفاده کردیم، ولی خب من یادم رفت دو تا متد خیلی مهم توی لیست رو براتون بگم، چون خیلی مهمه. من یه فایل دیگه تعریف کنم براتون که اینجا بهتون بگم. ببینید، ما اومدیم از لیست ها استفاده کردیم. مثلا برگردیم به اون جلسه قبل که ما اومدیم فودز رو تعریف کردیم و نمیدونم یه چند تا میوه داخلش گذاشتیم. چی بذارم حالا؟ پرتقال بود بعدیش فکر کنم، بعدیش هم حتما نمیدونم چی بود، لمن بذارم. اوکی، من اگه بیام اینو پرینتش کنم، خب قطعا خودتون میدونید همین لیست رو واسه ما پرینت میکنم. ببینید اپل، اورنج، لیمون. ولی خب یه زمانی میشه که ما یک لیستی داریم، بعد یک سری تغییرات میخوایم یک چیزی رو به آخر لیستمون اضافه کنیم. اینجا از چه دستوری باید استفاده کنیم؟ از یه دستور به نام append. من براتون بنویسم اینجا. ما اگه بیم از دستور append استفاده کنیم، مثلا بیم fruits.append، چی میخوایم به تهش اضافه کنیم؟ مثلا یه میوه دیگه، مثلا بیایم منگو به تهش اضافه کنیم. الان یه دونه خروجی بگیریم با هم ببینیم چی شد. میبینیم که منگو به ته اون لیست ما اضافه شد. پس ما میتونیم رو لیستمون تغییرات اضافه کنیم، یعنی تغییرات بدیم رو لیستمون اضافه کنیم و کم کنیم. کم کردنش هم که خیلی آسون، میتونیم مثلا بیایم اینجا ریموف کنیم، اسمش هم معلومه، چیو؟ اورنج. این که اورنج ریموف شد واسه ما. این هم از دو تا متد خیلی مهم توی پایتون، توی بحث لیستا که حتما بلد باشید. من نگفتم جلسات قبل بهتون، اینا حتما بلد باشید، مهمه. براتون ریموو هم بنویسم، اینم از ریموف که داشته باشید. بچه ها فایل ها رو گفتم بهتون میذارم توی چنل تلگرام رو جوین شید. فایل های همه جلسه ها رو گذاشتم اونجا. الان براتون بینویسم، الان زیر نویسش میکنم انشالله اگه یادم بمونه توی ادیت آیدی چنلو. ولی خب آیدی چنلو توی چنل یوتیوب و خب پیج کجا من گذاشتم، اینستا، از اونجا میتونید بردارید و خب فایل ها رو دانلود کنید. حتما تمرین کنید، اگه سوالی بود ازم بپرسید توی کامنت هم دوست نداشتید بذارید، بیاید توی تلگرام ازم بپرسید. گذاشتم آیدی تلگراممو، الان دوباره براتون زیرنویس میکنم، ولی خب گذاشتم توی دیسکریپشن ویدیوها. سوالی بود ازم بپرسید، انتقادی، پیشنهادی بود بذارید، کامنت بذارید برام. در حد 2-3 تا کامنت هم گفتم کافیه که من فقط ببینم میبینید ویدیوها رو، و اگه نیاز هست بیشتر توضیح بدم براتون، اگه میخواید بنویسید واسم. و اینم از این. ممنون که با هم همراه بودید تو این جلسه. چند دقیقه شد، خوبه، یه ربع شد، مثل جلسه قبل زیاد نشد. تا جلسه بعدی، بدرود بچه‌ها.